با نام یاد خدا، سجاد قاسمی هستم با یک ویدیو دیگر. در این آموزش قرار است براتون بیسیک کنفیگریشن بالای راوتر و سویچ تطبیق کنم. در صورت خودتان در دنیای ریال باشه یا دنیای مجازی مثل پکت تریسر یا پنت لب، جینستری و همچنین سافیرهای اگه باشه، خودتان بتونین بیسیک کنفیگریشن انجام بدین که واقعا در هر کنفیگ شما بخواید بالای راوتر یا سویچ تان انجام بدین، بیسیک کنفیگریشن پیش نیاز همه اینا می باشه. خب در قسمت بیسیک کنفیگریشن ما در دو اسلاید آماده ساختیم، اسلاید 1 و 2. البته میتونه زیادتر از این باشه ولی مهمترینش همین است. خب من این اسلاید در کانال تلگرام که لینکش در قسمت دیسکریپشن و اسمش در قسمت پایین شما میبینین. من این قرار میتونم اگه خواستین میتونین از قسمت شما دانلود کنین. خب آیسا آیسا دانه دانه ایره براتون کار میکنم، ولی قبل از اینکه میره شروع کنم ایره مطمئن باشین میره فعلا در پنت لب کار میکنم، ولی اگر شما در سافیر مثل پکت تریسر داشته باشین کار کنین هیچ کدوم مشکل نداره. فقط مشکل سافیر پکت تریسر است که ممکن است بعضی از کاماندار سافیر پکت تریسر سپورت نکنه، ممکن است حتی پنت لب هم بعضی از کاماندار سپورت نکنه. که کدام کاماند سپورت نمیکنه من براتون میگم. به خاطر دنیای ریال واقعا یک دنیای بسیار کلان است. واقعا در دنیای ریال اگر ما بخوایم بعضی خیلی کاماندو برای ما شما در مجازی سپورت نمیکنه اما در ریال سپورت میکنه، ولی سافر مثل پنت لب یک سافر بسیار جامع می باشه که تقریبا شاید 95% کاماندا رو میتونیم در تطبیق کنیم و هم سپورت میکنه. خب کاماندایی که شبیه به هم است، مثلا طریق تغییر دادن هاست نیم، طریق پسورد گذاری بر راوتر یا سویچ، اینا برای هر دوی اینا شبیه هم است. اگر ما وقتی در سویچ یک کار انجام میتم، هاست نیم تغییر میتم، پسورد میتم یا بعضی کاماندار انجام میتم، دقیقاً اون کاماندار ما شما میتونیم در راوتر هم انجام بدیم، یا اگر من در راوتر انجام میتم دقیقاً همون کاماندار ما میتونیم در سویچ هم انجام بدیم. هر دوی اینا یک چیز است، البته بیسیک کنفیگریشنش. البته برای بار اول اگر تازه میخواین وارد دیسکایتان شوین، برای بار اول از شما سوال میکنه، میگه آیا میخوای به صورت دیالوگ کنفیگ کنی؟ اگر اینو بگوییم که یس، چی اتفاق بر ما میفته؟ برای از ما شما هر لحظه سوال میکنه، میگه آی پی میخوای بدی؟ این یس میگه کدام آی پی رو میدی؟ آی پی رو میدی دیگه تمام کماندار براتون دانه دانه با یسونو براتون میاره که واقعا خسته کن است. همیشه اگه آمد که به صورت دیالوگ کنفیگ میکنین شما میگین نو، به صورت نیاز دارین همون رو کنفیگ کنین و چیزی که نیاز نیست کنفیگ نکنین. سافر پنت لب کمی وقتگیر است، یک ذره زیادتر لود میکنه، بخاطر سنگین تر است. اولین چیزی که در بیسیک کنفیگریشن شما یاد داشته باشین، مودا را باید اسمش یاد داشته باشین. در این مودی که ما فعلا هستیم این مود میگه یوزر مود. ببینین از علامهش تشخیص کنین، یک تا علامه بزرگ و کوچک میگین، چی میگین شما، یک تا ازی داره و فقط در پیشروش نامی امودسگایتان است. این مود چی میگه؟ این مود میگه یوزر مود. اگه خواستم بشیم از یک مود به مود دیگه بریم چی میگیم؟ میگیم انیبل کو. یعنی وقتی میگیم انیبل کو برای ما رو یک مود بیشتر میبره. خب یک مود بیشتر وقتی میه علامش تغییر میکنه. ببینین از این علامه به این علامه 8 تغییر کرد. این مود چی میگه؟ میگه پریویلیج مود. این مود اسمش پریویلیج مود است. اگه خواستین از این یک مود پیش برین، در مود کنفیگریشن برین، نوشته میکنین کنفیگریشن ترمینال، بعدش انتر میکنین، ببینین در مود کنفیگریشن آمدیم. خب دوستا نگفته نمانه همیشه لازم نیست شما کل چیز نوشته کنین. من اینجا نوشته نمیکنم کنفیگریشن ترمینال، خودم میره نوشته نمیکنم. همیشه دو تا یا سه تا حرف شما خودتون تایپ میکنین، بعدا تب میزنین، خود تب براتون تکمیل میکنه. ببینین من CONF نوشته کردم، تایپ کردم، ولی بعدش که من تب میزنم خودش برای من میگه تو میخوای کانفیگر نوشته کنی. حالا اگر من بخوایم TER را تایپ کنم بعد تب بزنم، برای من چی میگه؟ میگه میخوای ترمینال نوشته کنی، خودش اتومات، یعنی همیشه از تب در کنفیگ کردن سویچ یا راوتر همیشه از تب کمک بگیرید. خب بعدش انتر میکنین. حالا در کدام مود آمدیم؟ مودی کنفیگریشن. خب ما سه تا مود داشتیم. به خاطر بیرون شدن از مود کنفیگریشن، اگر در مود کنفیگریشن باشین، به خاطر بیرون شوین از این مود چه کار انجام میدین؟ اگر کنترل سی انجام بدین، یک شرکت بسیار خوب است در مود باشین، اما که شما کنترل سی کنین شما در مودی پریویلیج مود میاره. در مودی پریویلیج مود همیشه شو کماندا است. مثلا چی میگین؟ مثلا میگین شو ورژن سویچ ما میخوایم ببینیم کدام ورژن است، براتون تمام جزئیات در موردی از این بر ما
میته که ویژنش چیسته، تمامی چیزایی را که شما در قسمت ویژن نیاز داشته باشین براتون در اینجا نوشته میکنه. یا مثلا میگین حافظه می چقدر است، میگین شو فلش، در اینجا نوشته میکنین شو فلش. ببینین قبل از اینکه من فلش نوشته کنم، همین که شما مثلا یک کماند یادتان رفته، فقط یک حرف میزنین، تاب میزنین براتون تکمیل نمیکنه، به خاطر که با اف چندین حرف دیگه موجود داره. پس از سوالیه کمک میگیرین. وقتی سوالیه را شما تایپ کنین براتون میگه چی میخوای نوشته کنی. این کماندایی است که میگه تو کدام شد میخوای، هدفت کدام است، کدام زیر میخوای نوشته کنی. میخوای نوشته کنی فلو نوشته کنی، فایل نوشته کنی، چی میخوای نوشته کنم. شو فایل. ببینین چی آمد، میگه اینکمپلیت کامند، یعنی کامند تکمیل نشده. دوباره از اروکی استفاده میکنین، اروکی بالا را فشار بدین، کامندایی که تا حالا تایپ کردین براتون از اروکی بالا و پایین اگه استفاده کمک بگیرین، تمام کامندایی را که تایپ کردین براتون دانه دانه میاره که کدام کامند میخوایی. خب ببینین میگه شو فایل اینکمپلیت کامند، یعنی کامند هنوز تکمیل نشده. دوباره از سوالیه استفاده میکنم، میگم چی بود بعد از این، سوالیه را فشار بدین، میگه کماندایی که بعد از این وجود داره، یا سیستم است، یا انفورمیشن میخوای، یا دیسکریپشن میخوای، کدامش میخوای. من میگم شو فایل انفورمیشن. دوباره از سواله استفاده میکنم، میگه کدام زیارت میخوای. من میخوایم که شو فایل انفورمیشن دیسکی شماره چند. دوباره از سواله استفاده میکنم، دیسک 0 یا 1. من میگم دیسک 0، انتر میکنم. برای من میگه که خب ببینید دیسک 0 اصلا وجود نداره، که باز بعدا براتون توضیح میدم که چه قسمی ما شما ایرا اد کنیم دی کانفیگریشن ترمینال. به خاطر مجازی است من میتونم از اروکی استفاده کنم. بیایم اروکی چپ وقتی فشار بدم مرا سمت چپ میاره، اروکی راست سمت راست میاره. ولی اگه شما در دنیای ریال باشین، در داخل سویچ واقعی شده باشین، این نمیتونین از اروکی چپ راست به خاطر سمت چپ رفتن یا سمت راست رفتن کمک بگیرین. به این شکل شما انجام داده نمیتونین. چیکار انجام بدین؟ اگه بخواین سمت چپ بیاین باید کنترل ای فشار میتین. ببینین ای در سمت چپ آمد. اگه بخواین در آخر بره کنترل ای را باید فشار بدین. ای در دنیای ریال باید ای به این شکل انجام بدین. در مجازی اگه شما به این شکل دانه دانه بیاین براتون کار میکنه. به هر شکل خواسته باشین، مثلا در قسمت یک آی فراموش دان شده، خودتون به این شکل میاین اینجا آیه تایپ میکنین، یا هر حرف دیگه. کنترل زید ما همیشه استفاده کردیم. وقتی میگیم کنترل زید یعنی ما را در قدم کال کنترل سی انجام میده، یعنی ما را در مودی پریویلیج مود میاره، که مثل که ما یک همیشه از کنترل زید اینا زیاد استفاده کردیم. خب در هلپینگ کماندایی است که سوالیه است که براتون کار کردم که از سوالیه ما شما استفاده میکنیم. از شو و تاب، از تاب کمک میگیریم بخاطر تکمیل کردن، از سوالیه استفاده میکنیم بخاطر که بعدا اگه کماندی بعدی فراموش شده باشه، و از شو استفاده میکنیم. شو به این معنی که ما اگه خواسته باشیم که بعضی چیزها را برای نمایش بدیم، ما از شو کماندای استفاده میکنیم. مثلا ما میخوایم ببینیم که در سویچ ما کدام اینترفیس آن است، کدامش چند تا اینترفیس داره و تمام اینترفیس هاش برای من لیست کنه. پس ما در مود پریویلیج مود یا در مودی که ما میتونیم هر چیز شو کنیم، هر چیز نشان بده، برای این مود میایم او را تایپ میکنیم. خب چی میگیم شو آی پی اینترفیس بریف. بریف به معنی چی؟ خلاصه. میگم اینترفیس هایش به صورت خلاصه بر ما نشان بده. میگه اینترفیس ایترنت 0 میگه اپ است، این ایترنت تو اپ است، این یوش هم که است، این کیبل سریال اینا که است داون است، شما میتونید اپ کنین. یعنی هر شو کماندی شما خواسته باشین در این قسمت میتونین تایپ کنین. ببینین ما چقدر شو کماند داریم، چه چیزا رو ما میتونیم شو کنیم. وقتی شو سوالیه کمک میگیرم، ببینین چه چیزایی ما شما میتونیم شو کنیم. چقدر کماند زیاد است که ما شما در این مود میتونیم هر یک اونا رو ببینیم. البته ما شما فعلا کانفیگریشن زیاد نخوندیم، به اون خاطر در اینا کار نداریم. بعدا در درسای بعدی که ما شما کنفیگ کردن یا پروژه ها رو بخونیم، هر کدام اینا رو که ما استفاده کنیم دانه دانه ای رو براتون شو میکنم که ببینین که به چه شکل است. خب از تاب هم گفتم که وقتی تکمیل کردن کامندتون استفاده کنین. و انیبل چه کار انجام میده؟ انیبل به خاطر که تازه زمانی که با دستگاهتون کانکت میشین میتونین وقتی انیبل بگین شما را از مود یوزر به مود پریویلیج میبره. اگه دیسیبل بگین پس شما را از مود یک مود پایین میاره. اگزیت اگه بگین شما را چندین مود پایین میاره. ببینین اگه ما در مود کانفیگریشن باشم، در مود چندم هستم، یا مثلا یک مود باز پیشتر میرم، میگم اینترفیس فاست ایترنت، فاست نداریم البته، ایترنت
اینترفیس ایداری 01. ببینین ما در مودی چندم هستم؟ اول دوم در مودی سوم هستم. اگه ما در اینجا کنترل سی رو فشار بدم ما در مودی دوم میاره. اگه ما در این قسمت کنترل سی نگویم مستقیم مرا چندین مود پایین میره. ببینین اگه ما در اینجا بگویم اگزیت چه اتفاق میفته؟ مرا یک مود پایین میره. ولی اگه ما در این قسمت بگویم که ببینین باز یک مود پیش رفتم در مود سوم، اگه ما در اینجا اگزیت بگوین شما رو دانه دانه ببینین یک مود پایین آورد، در مود کانفیگ آورد. دوباره اگزیت میکنین در مود پریویلیج میره. دوباره اگزیت میکنین در مود یوزر میره، یعنی دانه دانه پایین میره. اگه خواسته باشین که یک بارکی پایین بیاین، مثلا یک بارکی بیاین در مود دوم، در مود کانفیگریشن بیاین، دوباره در اونجا میرین چی میگین؟ کنترل سی رو فشار بدین شما رو مستقیم چندین مود پایین میاره. این تفاوتش است که البته باید شما یاد داشته باشین. شو ویژن براتون نسخه نشان میده، شو فلش آفزایش براتون نشان میده که انواع مختلف اینا رو ما شما داریم که تا اینجا اگه در پکیج ریسر هم باشین کار میکنه، مشکل نداره. شو مک آدرس تیبل، تمام مک آدرس هایی که کانکت شده باشه تمام مک آدرس ها رو براتون نشان میده که بعداً با این کار داریم بازی رو به صورت عملی براتون نشان میدم. در درسای بعدی رو براتون نشان میدم. شو رانینگ کانفیگ، شو استارتاپ کانفیگ. خب تفاوت اینا چیه؟ شو رانینگ کانفیگ تمامی کماندو تمامی کانفیگ هایی که معمولا شده رو براتون نشان میده. خب ما هاست نیم یا نامی دیوایس تغییر میدم، میایم در مود کانفیگریشن نوشته میکنین که هاست نیم. همیشه چیزی که خواستین تغییرات وارد نتورک کنین همیشه در مود کانفیگ بیاین. خب من هاست نیم میمونم SW1 انتر میکنم. هاست نیم ببینین تغییر دادم، یا شما میتونین نامی هر نامی مد نظر دانه بانید. این یک کانفیگ انجام شد. حالا اگر ما بگویم شو رانینگ کانفیگ، شو کانفیگ های نشان میده که در حال جریان است. امیالی شما کانفیگ کردین در حال جریان است، ذخیره نشده، اینا که اصلا در ممریش ذخیره نشده. این کانفیگ هایی که در حال جریان است. ببینید شما میگه چه کارهای انجام دادین، اسپانینگ تری کانفیگ کردین نکنین، اینترفیس ها به چه شکل است، تمام موارد کانفیگ کرده باشین در حالت رنینگ باشه براتون نشان میده. ولی اگه شما میگین که ببینین ما اگه در قسمت شو من میگم شو استارتاپ کانفیگ، استارتاپ کانفیگ، شو استارتاپ کانفیگ کانفیگوری میگه که شما وقت ذخیره کردین. اگه ذخیره نکرده باشین براتون هیچ نشان نمیده. خب در این دیوایس خیلی چیزا ذخیره شده، ما شما میایم در راوتر خود، در اینجا چیزی هنوز ذخیره نشده. ببینین ما هاست نیم تغییر میدم، میگم هاست نیم در حقیقت به مشکل یک نام انتخاب میکنیم، مشکل نیست. اگه ما در اینجا بگویم شو استارتاپ کانفیگ هیچی بر من نشان نمیده. ببینین استارتاپ کانفیگ، ببینین میگه استارتاپ کانفیگ از میگه هنوز چیزی برای در حافظه ممریش هنوز چیزی نیست. با اینکه ما شما ای را تغییر دادیم، نام هاست نیم یا نامی راوتر خودم ما شما تغییر دادیم. اگه دوباره میایم در مود کانفیگریشن، ببینین هر کانفیگری که شما انجام بدین وقتی میگین شو استارتاپ هیچی به شما نشان نمیده. استارتاپ به این معنی است که در ممری یا در حافظه از چیزه که در حقیقت هیچی نیست. ولی اگه شما میگین که شو رانینگ کانفیگ، شو رانینگ کانفیگ میگین ببینین تمام کانفیگ هایی که در حال رانینگ است، در حال اجرا است براتون کلش دانه دانه براتون نشان میده. ولی وقتی میگیم شو استارتاپ کانفیگ در حافظه ممری چیزه هیچی برامون نشان نمیده. خب چیزمون نشان میده زمانی که ما را ذخیره میکنیم. چه قسمی ذخیره میکنیم؟ کانفیگ های ما شما فرض میکنیم خلاص شد، حالا میگین WR یا write res انتر میکنین، کانفیگریشن چی میشه؟ ذخیره میشه. وقتی شما ذخیره میکنین ای از حافظه رنینگ در چی انتقال میکنه؟ در ممریش انتقال میکنه. پس حالا اگه ما بیاین دوباره بگم شو، اگه بگویم شو استارتاپ کانفیگ، شو استارتاپ کانفیگ، حالا ببینین تمام کانفیگ هایی که قبلا نشان نمیداد در حافظه ممریش انتقال کرده، یعنی با WR که مخفف است یا رایت تریس شما میتونید این ذخیره کنین. بعضی اوقات است بعضی کانفیگ هایی شما انجام میدین نیاز به رستارت پیدا میکنه. چه قسمی دیوایس رو رستارت میکنین؟ در مودی پریویلیج می نوشته میکنین ریلود نوشته میکنین، انتر میکنین. میگه آیا مطمئن هستی؟ انتر میکنین بله من مطمئن هستم. یک مدت وقت میگیره تا دیوایس رستارت شود. خب تا این رستارت شود ما شما امی کاری که ما شما در این ریلود یا بعض کاری که انجام میتونیم بدیم در سویچ هم به شکل انجام میدیم. اگه ما بگم ریلود ای رستارت میشه. خب ما شما راوتر گفتیم بس است دیگه نمیخوایم که سویچ هم برای ما ریلود شود که وقت بگیره.
خب این تفاوتش براتون گفتم، ریلود هم براتون گفتم، میرم گفتم. شو ویلن و شو اینترفیس ویلن ایره فعلا کار نداریم، بخاطر نشان دادن ویلن است. ایره براتون کار میکنم، ولی بعدا در درس ویلن براتون بیشتر با جزئیات براتون توضیح میدم. و در قسمت تغییر دادن هاست نیمز هم براتون گفتم، در مود کنفیگ مین هاست نیمز تغییر میتین. و در این صفحه هم بیسیک کنفیگریشن داریم، بس چیزای بسیار ابتدایی است. چرا اینایش چه قسم پسورد بیتیم، لاین کنسول، لاین اکسلری. یکی اگر نمیفهمین که لاین کنسول چیه، حتما قبل از اینکه ما این اسلاید بیسیک کنفیگریشنش انجام بدم، در قسمت بالا شما میبینین که ما در مورد سویچ یا در مورد دیوایس سویچ به صورت ریال براتون نشان دادیم که تمام پورتاش نشان دادیم که لاین کنسول کدام است، لاین اکسلری کدام است، تمامش نشان دادیم. حتما اون ویدیو رو یک بار ببینین، باز برگردین در این قسمت که بیشتر بفهمین، بیشتر درک کنین از اینکه ما وقت لاین کنسول پسورد میدیم به چی معنی است، مودی دوم به چی معنی است وقتی ما پسورد میدیم. اول این ویدیو رو ببینین که در قسمت بالا است، باز بعدا دوباره در اینجا برگردین. خب اگه دیده باشین، اگه میفهمین که لاین کنسول چیه، لازم نیست فقط کنفیگریشن ما شما انجام بدید. اگه خواسته باشین در سویچ تان بفهمین چند تا ویلن دارین، فقط نوشته میکنین شو ویلن، فقط شو، بعدش هر چی خواسته باشین میتونین شو کنین. وقتی شو ویلن میکنم براتون نشان میده، میگه چند تا ویلن به صورت دیفالت است که پاک نمیتونیم. ویلن یک است، این ویلن است که بس ای از خود دیوایس است، اینی پورتام شامل از ویلن است و بعضی توضیحات دیگه است که باز بعدا در درس ویلن بیشتر در مورد ازی میخونیم. خب طریق پسورد دادن مود ها چه قسمی است ببینین. ما خواسته باشم مود پریویلیج موده که فعلا هستیم پسورد بتم، میاین در مود کنفیگریشن. هر کنفیگ یا تغییراتی که در نتورکتون بیارین باید در مود کنفیگ بیارین. در مود کنفیگریشن میاین چی میگین؟ میگین به دو شکل میتونین پسورد بتن، یا میگین انیبل پسورد یا میگین انیبل سیکرت. بعدش یک رمز انتخاب میکنین. تفاوت این چیه براتون توضیح میدم. وقتی میگین انیبل پسورد، حالا یک پسورد انتخاب میکنین، هر پسورد خاصه باشین میتونین در قسمت انتخاب کنین. ما میگم enable پسورد، مثلا میمونم هر پسورد باشه cisco.com یا مثلا تنها سیسکو میمونم سیسکو. بعدش انتر میکنیم. ببینین حالا از این مود بیرون میشم، از مود پریویلیج هم بیرون میشم. همین که من انتر میکنم، برای ما وقتی enable میگم پسورد مودی پریویلیج هستیم، میخوای پیشتر که دادیم سیسکو. خب حالا در مود دوباره در مود کنفیگریشن مییم، دوباره این بار چی میگیم؟ میگیم enable، پیشتر گفتیم enable پسورد، یک پسورد دادیم. این دفعه میگیم enable secret یک پسورد میدیم. خب تفاوت اینا رو قبل از اینکه ما اون پسورد رو تایپ کنم enable secret بگویم تفاوت چه ببینین. وقتی من میگم enable پسورد، در حقیقت امنیت نداره، کسی که در مودی پریویلیج بیه خیلی راحت میتونه پسورد ما رو ببینه. ببینین من میگم شو رانینگ کانفیگ، دی قسمت ببینین میگه پسوردی که تایپ کردی، میگه انیبل پسورد گفتی، پسوردم سیسکو است. یعنی هر کی در مودی پریویلیج بیه خیلی راحت میتونه ایره ببینه. اگه ما دی قسمت بگویم که انیبل سیکرت، البته اینجا نه، در مودی کانفیگریشن دی قسمت اگه بگویم که انیبل سیکرت پسورد بتم، این دفعه مثلا میتونم cisco.com. وقتی میگیم enable secret در حقیقت رمزگذاری میشه cisco.com، البته یک سی از این مانده. خب در این قسمت اگر مثلا ببینین، خب این همی فراموشیم نشه، دوباره امیر تغییر بتم cisco.com. خب cisco.com ببینین اگر ما وقتی میگم enable secret در حقیقت به این معنی است که cisco.com انکریپت کو. ببینیم انکریپت شده یا نه، میگیم show running config. وقتی running config میگین ببینین enable secret ما گفتیم، ببینین به این شکل برام نشان میده. وقتی میگیم enable password چقدر واضح نشان میده clear text. وقتی میگیم enable secret به این شکل رمزگذاری میشه، یعنی کسی اگه این رو ببینه از این چیزی نمیفهمه که آیا پسورد cisco.com است یا کدام چیزی دیگه. و موضوع دیگه ایست که چه قسمی لاین کنسول پسورد بدیم. خب اگر در قسمت لاین کنسول مشکل دارین، یک در قسمت بالا در قسمت لینک شما میالی میبینین، حتما اون ویدیو را ببینین که ما چه قسمی لاین کنسول پسورد میدیم، چرا پسورد میدیم لاین کنسول و چی استفاده داره. البته او را ببینین، در قسمت ما بیشتر در مورد توضیح دادیم. بخاطر که اگر فعلا بگویم ممکن است گیج شوین. و در قسمت سیتینگ ای که شما هر پورت سرعت چقدر بانیم ایران میتونیم به شکل انجام بدیم. مثلا میگم ما بیا در مود کنفیگریشن میگم اینترفیس ایدرنتی، اینترفیس
اینترفیس ایترنتی 001 میگم اسپیدی امی ایترنت 01 امی چقدر سرعت داشته باشه. میگم اسپیدش البته اینی هم در پاکت سر سپورت نمیکنه که ما اسپیچ تعیین کنیم، هم در پینت لب سپورت نمیکنه، این در ریال سپورت میکنه. میتونیم هر پورت یا هر اینترفیس میتونیم سرعت دی جداگانه بهش تعیین کنیم. مثلا میگیم کامندش بسیار به همین شکل است. ما شما چی میگیم به خاطر اول اینترفیس سلکت میکنیم، بعدش میگیم اسپیچ 10 ام بی 100 ام بی یا هر چی خواسته باشه میتونیم اسپید زوره تعیین کنیم. و در قسمت آسان کردن آی پی برای سویچ راوتر امیرم براتون توضیح میدم. خب در سویچ ما شما نمیتونیم که بیایم بگیم این اشتباهه. اگه بگیم که مثلا آن میگیم اینترفیس ایترنتی 0 الی 2 اینترفیس ایترنتی 0 بر 2 این اشتباهه که شما آی پی آدرس بگین. آی پی آدرس نداره ما شما دایی که ما شما این در سویچ ما شما نمیتونیم یک اینترفیس آی پی بتیم. آی پی در ما شما در سویچ اگه خواسته باشین آی پی بتین ویلن میسازین. طریق ساختن شخص براتون گفتم در مود کنفیگ مین نوشته میکنین ویلن شماره چند میگیم ویلن شماره 10 بهش نام میتیم. بعدا در مورد ویلن میخونیم فقط فعلا در می حد یادش باشین. مثلا میگیم دیاک نام ویلنش باشه. ببینین ویلن میسازین. حالا ما ویلن دیاک ویلن در ما چی میکنم آی پی میتم. در سویچ ما شما ویلن آی پی میتیم نه اینترفیس آی پی داده نمیشه. حالا ما اینترفیس ویلنی شماره چند ویلن شماره 10 آی پی نداره. اینترفیس ویلن 10 حالا چی میگیم آی پی آدرس. مثلا میگیم 192 168 11 سابنت ماسک دیفالت 0. ببینین به این شکل ما شما چی میکنیم آی پی آدرس میتیم. ولی اگه در راوتر باشیم تنها تفاوتی بیسیک کنفیگریشن دین میسه. اگه در راوتر باشیم باز در راوتر ما نمیتونیم که ویلن بسازیم. چیکار انجام میدیم؟ میایم در مود کنفیگریشن میگیم اینترفیس ببینید اینجا فاست ایترنت است یا گیگ است. نه ایترنت خالصه. اینترفیس ایترنتی 0 بر 0 در اینجا ما اینترفیس آی پی میتیم. میگیم آی پی آدرس مثلا باشه 10 با سابنت ماسکی دیفالت یا هر سابنت ماسکی اگه سابنتینگ کرده باشین شما خودتون تعیین میکنین به شکل 255 0 0 0 به شکل. اگر یک نوع شت داون هم بگوین که بسیار خوب میشه. بعضی اوقات پورت اپ نمیشه در بعضی حالتا. مثلا دوباره میگیم که اینترفیس فعلا که اپ شده ولی بعضی اوقات اپ نمیشه. 0 بر 0 چی میگین نو شت داون یعنی خاموش نباش. اگه بگین شت داون چی میشه؟ خاموش میشه. اگه بگین نو شت داون اون پورت ببینین چیش اومد که خاموش شده. اگه بگین نو شت داون چی میشه؟ دوباره پس اپ میشه و از خاموشی بیرون میشه. ببینین پیامش میگه از حالت داون به اپ تغییر کرد. خب این بیسیک کنفیگریشن هایی بود که ما شما انجام دادیم. البته نگران نباشین. ما شما در طول از اینکه ما شما پروژه زیر کار میکنیم یکم درسان پیشتر بره براتون. همیشه ما با بیسیک کنفیگریشن کار داریم. همیشه ما شما از این کار انجام میدیم. همیشه در ساده‌ترین پروژه ما شما از بیسیک کنفیگریشن ما شما استفاده میکنیم. اینقدر استفاده میکنیم که خودتون بسیار به راحت میتونین این کار انجام بدین. فقط در حد از اینکه یک مرور داشته باشین که چه قسمی بیسیک کنفیگریشن در سویچ و راوترتون انجام بدین. بعدا در هر پروژه کوچیک که ما شما انجام میدیم نیاز به بیسیک کنفیگریشن داره. خب دوستو اگر همچنین ویدیویی دوست دارین حتما با لایک و کامنتتون از ویدیوهای ما حمایت کنین. سوالاتتان در قسمت کامنت، پیشنهاداتتان در قسمت کامنت درج کنین و همچنان این ویدیو رو به دوستانتان بفرستین. و اگر تازه به کانال ما جوین شدین حتما کانال را سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوین. تا ویدیوهای بعد بدرود.